سلام آقا، مخلصیم. با کمترین هزینه و ساده ترین روش بشقابی نفوذی و ریل بساز. یه بشقابی مستمندی برای جای در آوردن سینک و گاز به صورت ایمن و کاملا تمیز. این روشو ابتکار خودمونه ها، جای ندیدیم. تیغ 18 هست، عمق مفیدش 6.5 سانته. جوری باید طراحی میکردیم که از پس برش یه صفحه‌ای با عمق حدوداً 5 سانت بر بیاد. یه پین طبقه‌ای تو بازار داریم، فلزیه، رول پلاک داره. یه دونه سر جلو زدم، یه دونه سر عقب، هم راستا. اینجا خودش سوراخ داشته، اینجا نداشته، سوراخ کردم با یه دونه شیار. شما میتونید 4 تا دونه بزنی با 2 شیار. این از بشقابیمون. حالا میریم سر وقت مدار. طول دلخواه اینجا طولش 1.20، پهناش حدود 25 سانت بوده. ابزار زدم جای پین طبقه رو، فیت دقیق، نباید بشقابی داخلش بازی بکنه ها. در طول، بعد داخلش شم زدم که روون حرکت بکنه. حالا بشقابی رو گذاشتم داخلش، روشن کردم، یه رو رفتم تیکه اضافیشو انداختم. برای چی؟ برای که اینجا لب مدار دقیقاً با لب الماسه هم راستا بشه. الان شما فقط کافیه این مدار رو بذاری پشت خط و برشت انجام بدی. حالا معضلی که میمونه تنگ دستیشه. این MDF رو MDF سر میخوره. تو حالت فابریکش گیره مخصوص داره. 2 تا کار میتونی انجام بدی. میتونی مدار رو مثلا پهن‌تر بسازی، خود مدار رو به پرت پیچ بکنی یا میخ بکنی. من یک کار ساده تری انجام دادم. اومدم 2 ردیف چسب کاغذی دوبل زدم دوبرش. خب بعد وسطش چسب آکواریوم ریختم، یه لیسه‌ای کشیدم گذاشتم خشک بشه. چسب کاغذی رو کندم. الان میبینی یه دست چسب آکواریومه. حالا این وقتی میذاریش رو صفحه، بشقابی میاد روش، میبینی مثل چسب عمل میکنه دیگه. مدار هیچ تکونی نداره. بریم با هم یه جای صفحه کوچیکی در بیاریم، میبینیم عاقبت اون چطور میشه. اومدم جای یه صفحه‌ای براتون جای یه سینک و گازی در بیارم، علی آقا نمیذاره، میگه صفحه و حیفه. حالا فقط یه برشی میزنم که کیفیت برشو رو ببینی. فقط یه مطلبی، محافظ تیغ رو جمع کردم با بست زیپی، اینجا بستمش که تو دست و پام نباشه. زحمتی کشیدیم، متاسفانه اون چیزی که دلم میخواست در نیامد. ببینید یه مو کم آوردیم. ببینید اینو من بازی کردم، شکوندم. میبینی هیچ اصلا 1/10 میل هم نیست، کم آوردیم آقا. باید 16 میلی رو یه میلی ازش ورداریم. دوباره میرم تو کارش درست میکنم. حالا این صرفا جهت ایده بود دیگه، دوستان ای خودشون هر جور صلاح میدونن درست کنن برای خودشون. مخلصیم آقا.